برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی. سلام بیننده عزیز، امروز 10 ینور است. در برنامه آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان پیشنهاد می شوند. نگاه به سرخط خبرهای برنامه. دادگاه کولاب خبرنگار تاجیک احمد ابراهیم را به 10 سال زندان محکوم کرد. خویشاوندانش حکم را بی‌رحمانه خواندند. کو عدالت، کو حقیقت، همین که ما چیکار کرده که ما راضی نیستیم. گرسنه و منتظر اخراج به وطن مهاجران بازداشت شده تاجیک میگویند احوالشان در بازداشتگاه‌های روسیه بسیار بد است. نمیدونم این چیه، این واقعا خودا نمیشه، یکم چی نمیمونن در آوردن. یک ساکن ترسونزاده از زندان رها شد و خانه پدری را ویرانه یافت. سرسان و سرگردان نمیداند چیکار کند. ای محله پرسیدم، پرسان شدم اجاره چیکار کردن، چه خیلی کردن، گفتم فرزندای پدرت. برنامه را با اعلان حکم خبرنگاری شناخته آغاز میکنیم. دادگاه کولاب احمد ابراهیم سردبیر یگانه نشریه مستقل در این شهر را به 10 سال زندان محکوم کرد که آن را علامتی دیگری از بدتر شدن آزادی بیان در کشور می‌دانند. دادرس امروز ضمن محاکمه احمد ابراهیم را بر رشوه‌دهی، طمع‌جویی و افراط‌گرایی گناهکار دانسته و حکمش را صادر کرده است. حکم پشت درهای بسته در بازداشتگاه و به حضور نزدیکانش صادر شده است. خویشاوندانش حکم را ناعادلانه نامیدند. کو عدالت، کو حقیقت، همین که ما چیکار کرده که ما راضی نیستیم. ما راضی نیستیم. ای سودی که نخوا که بدروی در بالای استال میشونن وظیفتون میتن که خلق یک دهن گپی خلق گوش کنید. این چی به دادگاهی؟ خواهش داریم که یک کمون آزاد کنن. اکای ما یک گناه ندارم. نه گناه در درنی چیزا کسل شدگی های تهمتش کردن. بعد تهمت کام خدا زده که خصومت داره، تهمت کردگی دادرن دروردگی های. چقدر آدمایی که بدترین گناه را میکن در آزادی گشته هستند. چی گناه دارم ما نمیفهمیم. از این پیشتر خود خبرنگار در یک نامه از بازداشتگاه به رستم امامعلی گفته بود که به کسی رشوه نداده است، افراطگرا هم نیست و همیشه بر ضد افراطگرایی مبارزه می‌برد. احمد ابراهیم را ماه آگوست سال گذشته دستگیر کرده گفتند که او می‌خواست به یک کارمند کمیته امنیت ملی برای تمدید اجازتنامه فعالیت نشریه پایک رشوه بدهد. خودش میگوید که مقامات محلی برای تنقیح فعالیت آنها از همین راه از او انتقام گرفتند. در تاجیکستان که حکومت برای سرکوب و تعقیب خبرنگاران تنقید می شود، در 2 سال گذشته 8 خبرنگار را به زندان محکوم کردند. چندی از مهاجران تاجیک که در بازداشتگاه‌های روسیه منتظر اخراج به وطن هستند از شرایط بسیار بد نگهداری و رفتار مقامات انتظامی شکایت دارند. در روسیه همه روزه 10 مهاجر بازداشت و اکثر آنها با بهانه‌های ناچیز از این کشور اخراج می‌شوند. چندی از این مهاجران به رادیو آزادی تماس گرفتند و از احوال بعدشان نقل کردند. زرنگیز نوروزشاه گزارش می‌دهد. نم چای، سیگارت، ساخر، آبیشنی، آب. چای، سیگار، شکر و داروواری. فقط همینها را در روزهای جشن سال نو به بازداشتگاه‌های روسیه آوردن ممکن بود. مهاجران تاجیک که بیش از 10 روز باز در یکی از بازداشتگاه‌های سویردلوفسک نگهداری می‌شوند می‌گویند تمام این مدت غذای آنها فقط چای و نان بود. برخی ادعا دارند که بی سبب بازداشت شدند و می‌گویند از گرسنگی رنج می‌کشند. این خروکوش نمیدونم این چیه، این واقعا خدا نمیشه، یکم چی نمیمونن در آوردن. این مهاجر را روز 25 دکبر برای رعایت نکردن قاعده‌های اقامت بازداشت کردند. میگوید همان شب و روز برای تمدید حجت امکان و شرایط نداشت. حالا او را در یک بازداشتگاه موقتی سویردلوفسک نگه می‌دارند، جایی که معمولاً گمانبران در جنایت نیز نگه داشته می‌شوند. 26 ساعت ساعت 8 ساعت 9 بود، 10 بود سر سود بود، ایام سر سود مورا کالتسووا بردن، بازداشتگاه موقتی کالتسووا. اونجا گفتن جان استای مورا گرفتن، پروورالسکی رایون آوردن EVS. موزی در 26 دکبر تو این جانب در EVS قرار داریم. اینا 14 روزی 15 شبانه روزی ما اینجا قرار داریم، ولی یکم خروکی گرما دیگه نیستیم.
همون رولتون در شیرک هم داشت من کدگی بودن فقط همون خروکی ما خلیب قنچوی خلیب قنچوی. مهاجران را در روسیه معمولا هنگام بازداشت برای رعایت نکردن قاعده‌های اقامت و قانون شکنی‌های خرد به مرکزهای نگهداری موقتی برای خارجیان می‌بردند و از آنجا اخراج می‌کردند. اما بعد حمله به تالار کنسرتی کراکوس و زیاد شدن بازداشت‌ها 5 EVS یا بازداشتگاه را در سویردلوفسک برای نگهداری مهاجران گذاشتند. مهاجران می‌گویند آنها را در این بازداشتگاه‌ها مثل زندان نگه می‌دارند و رفتار و مناسبت با آنها هم مثل جنایتکاران است. هست برادرایی که مقصد همسرش اومد سموسه دمشق خونگی آش آوردن چکاشون هستای نموندن در آوردنی گفت میگه که ایجا تورما های میگه ایجا سپیسپریون نیست. ما گفتیم خراشو میدونیم که ایجا EVS های مقصد نه که ما ترینچیک نیستیم که پدزکونی و یا مرقبیدگیان. مهاجران گفتند روز 9 ینور با کنسولگری تماس گرفته خواستار رسیدگی به مشکلشان شدند. مسئولین نمایندگی وعده کمک کردند. مهاجران تاجیک حالا فقط میخواهند زودتر قرار اخراجشان صادر شود و زندان را ترک کنند. میگویند چنین مناسبت بیشتر با تاجیکان است. به قول آنها بسیاری از مهاجران ازبک و قرقیزی که همراهشان بودند به کشورهایشان برگردانیده شدند. بیننده گرامی در این فرصتی برنامه پارچه از برنامه گپی آزاد را میبینیم که در آن همکاران ما این هفته جنایت‌های مدهش در کانی بادام را با متخصصان در میان گذاشتند. در این شهر در سال گذشته بیشتر از 20 نفر و از جمله عائله‌های کامل با طفلانشان بی‌رحمانه کشته شدند. دادستانی بعدی به بیم و تهلکه افتادن مردم اعلام کرد که 4 نفر با اتهام دست داشتن در جنایت دستگیر شدند. جناب دادابایف به نظر شما چرا مقامات درباره این جنایت ها آشکار صحبت نمی کنند؟ مثلا اگر جنایت ساده باشد از تلویزیون منبرها بلند اعلان میکنند که ما این جنایت را افشا کردیم، اما درباره این جنایت ها خاموش هستند. چرا؟ مرحمت. همه ما میدونیم که وقتی که جنایت صادر میشد حتی ژورنالیستی که هم به تفتیشات رابطه دارد هر دوش یک خیل هست فعالیتش تقریبا وقت ساعت لحظه مرگ معین کرده میشه. برای همون از سبب آنکه تفتیشات بسیار چیز میداند و آشکار نمیکند این باز میرود به همون سیستم دولتداری، یعنی که ویایم از گم نکردن وظیفه خود مقام خود میترسند. یعنی برای همون به شما رابطه نمیبرویم، برای همون به مردم آشکار بیان نمیکنم. اگر مشخص تر کنیم ترسشون روی چی است به نظر شما؟ برای آنکه و یا تحت فشار قرار دارند خودشان. فکر خودم رو بخشش. مرحمت. تفتیشات برای چی فعالیت خود رو پیش برده نمیتونه؟ به طور باید شاید آنها گفته که عزت الله گفتن تحت فشار قرار دارن، تحت فرمان، آنها فرمان رو اجرا میکنند، فرمانی که به آنها داده میشود از روی همون فرمان فعالیت خود رو میبرن. برای آنها آشکار کرده نمیتونن و گفتن بیان کرده نمیتونن. البته که سری تفتیشات است، در وقت تفتیشات آنها حقوق دارند که سیر آشکار نکنند برای خلال رساندن در آینده، لیکن آنها رو فرمان رو اجرا میکنن، از فرمان بیرون برآمده نمیتوانند. منظورتون از فرمان چی است؟ کی فرمان میده؟ اینجا فرما کی است؟ فرمان فکر کنم که به نظر من در اینجا شخصای مقامات دار، بالانشین، وظیفه دار، فرمان از بالا، خیلی که خودشون میگن در همه در رفت مرافع سودی و در دیگر حالت ها فرمان از بالا. برنامه گپی آزاد روز یکشنبه ساعت 14 به وقت دوشنبه و ساعت 12 به وقت مسکو در همین کانال آزادی ویدیو نشر می شود. برنامه را می توانید بر وقت‌تر در وبسایت azadi.org تماشا کنید. اگر در فیسبوک هستید در آنجا هم در صفحه ما قابل تماشا است.
یک جوانی 28 ساله که به تازگی از زندان شهر وحدت رها شده است میگوید به دلیل ویران کردن خانه پدریش در کوچه مانده است و از مقامات میخواهد به مشکلش رسیدگی کنند. حکمت یعقوبوف که برای غارتگری 8 سال پس پنجره بوده است گفت خانه اشان را نه کدام شرکت ساختمانی بلکه فرزند پدر خودش چپه کرده است. سرنوشت محبوس سابق و سرسان و سرگردان را همکارانم علیشیر ظریفی و امیر ایسایف تصویر میکنند. این جوان بعد تقریباً 8 سالی زندانی شدنش از محبس رها می شود و می خواست به خانه‌شان برگشته نفسی آزادی بکشد. ولی درها بر رویش بسته از منزل پدری تنها ته کرسی باقی مانده است. آرزو داشتم میرم در خانه پدر زندگانی میکنم، اویلا برپا میکنم، زندگی ما پیش میبرم. دکبر 2024 آمدم این حالات رو دیدم، هوشم از سرم پرید که اجاره ای طریق کردن. ای محله پرسان شدم اجاره چیکار کردن، چه خیلی کردن. گفتن فرزندای پدرت همین کارا کردن، مثلا خانه را چپه کردن. فقط قطعی برادر صحبت کردم، گفتن که راه طبیعی و زندگی تا پیش بر. میگوید هنگامی در زندان بودند پدر و مادرش درگذشته بعد سر آنها خواهر بزرگش منزل را تخریب نموده در گوشه از حولی برای خود منزل بنیاد کرده است. در حالی که به قول وی قبل از زندانی شدن همچون پسر خردی تنها با والدین او مانده بود و دیگران زندگی مستقلانه داشتند. از سال 2014 تا 2017 خدا رحمتی پدر سردار خوجگی مرا گذارانده بودند. وقتی که بعد از محبس برآمدن جماعت رفته دفتر خوجگی داری را نگاه کردم که مرا از سردار خوجگی برآورده اپم یعقوب و هواخان رو سردار خوجگی گذراندند. حکمت که 15 روز می شود در آزادی است تا حال موفق نشده است با خواهر بزرگش همصحبت شود، زیرا او در روسیه بوده شماره تلفنش را از دیگران هم پیدا نکرده است. تماس‌های به تکرار ما نیز به یکی از برادرانش بی‌نتیجه ماند. در جماعت دهاتی 10 سالگی استقلالیت در ترسونزاده گفتند آنها در تلاش حل این مشکلند. تقوی مراد نورمدوف رئیس جماعت افزود که به تازگی در این مقام تعیین شده از مسئله آگاهی زیاد ندارد، ولی مراجعت محبوس سابق از مد نظرشان دور نمانده به او همزمان توصیه دادند که به نیادهای دیگر هم مراجعت کند. قد کوچه ماندگی هم نمیدونیم چیکار کنیم. حکمت از کردار صادر نموده‌اش پشیمان است، ولی حالا غرق اندیشه است که چگونه میتواند یگانه سرپناهش را دیگر باره برقرار کند. خانه رفیقام در شام روز میکنم، روز ایپشتی مثلا جای منزل زیست میبرم. حکمت یگانه محبوس سابق نیست که از سرنوشت ناروشنش نگران است. در گذشته چنین شکایت‌ها بارها رسانه‌ای شده است. در بسیار حالت‌ها محبوسان آزاد شده به سبب‌های گوناگون به مشکلی بیخانگی روبرو می‌شوند. بسیاری‌ها کاملاً در کوچه می‌مانند. برخی را نزدیکان و پیوندان قبول نمی‌کنند. منزل بعضیشان تا دمی که آنها در محبس بودند فروخته می‌شوند. وضع بیشتر وزنی می‌شود که در کشور مرکزهای بدوباش سابق محبسیان قریب که وجود ندارد. اگر باشند هم خیلی کم شمارند. برای این افراد اقلاً جای زیست موقتی لازم که آنها تا حل مشکلی بی‌منزلی توانند در آنجا زندگی کنند. مناسبت جامعه با محکوم شده ها یکسان نیست و برای آنها روند مطابق شوی در جامعه بعد زندان مشکل است. حکمت یعقوبوف هم می‌خواهد هر چیز زودتر مشکلی منزلش را حل کند و به زندگی عادی برگردد. ولی سرگردانی‌های این شب و روز مثل وقت شماری کنج زندان برایش سخت می‌گذرد و معلوم نیست تقدیر این محبوس سابق با چی خواهد انجامید. حکومت تاجیکستان معیار یا کواتا برای جمع آوری شیره کمال و شیرین بیا دو گیاه نادر را در سال 2025 تصدیق کرده است. بر اساس فرمایش حکومت امسال برای جمع آوری 80 تن شیره کمال و 1000 تن شیرین بیا اجازه داده می شود. جمع آوری این گیاهای نادر تنها با آنها اجازه داده می شود که از آن در داخل جمهوری محصولات تیار کنند. شیره کمال و شیرین بیا اساساً در صنعت دارواری استفاده می شود. سپاس که ما را همراهی نمودید. بیشتر خبرهای ما را در صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی ببینید.